سلام، من مهیام. تو این ویدیو از اهمیت نقش عضلات مرکزی بدن یا همون کور ماسلز میخوایم توی رقص صحبت بکنیم. خیلی از رقصنده‌ها میپرسن ما چطور میتونیم تعادلمون رو در اجرای فیگورها بیشتر کنیم یا انتقال و یا کنترل نیرو در رقص در فیگورهامون رو حفظ کنیم و بهتر بکنیمش یا بهبودش بدیم. قطعاً یکی از فاکتورهای تاثیرگذار توی این مبحث آگاهی به عضلات کورمون هستش. یعنی وقتی از عضلات کور صحبت میکنیم داریم از یک سیستم پیچیده عضلانی مثل عضلات کمربند شکمی، عضلات اطراف ستون فقرات، عضلات سرینی، عضلات کف لگن و همینطور حتی دیافراگم صحبت میکنیم. برای اینکه بخواید دقیق‌تر این سیستم عضلانی رو بشناسید میتونید یه سرچ کوچیک بکنید که کاملا با این سیستم عضلانی آشنا بشید. اما وظایف این سیستم عضلانی یا همون کور ماسلز چی هستش؟ یکی از وظیفه‌هاش ایجاد ثبات و تعادل مخصوصا در ناحیه ستون فقرات هستش. انتقال نیرو از پایین تنه به بالا تنه و همینطور از بالا تنه به پایین تنه هستش. در واقع انگار نقش انتقال دهنده یا همون ترانزیشن رو داره اینجا ایفا میکنه و همینطور کنترل نیرو در اجرای حرکات، مخصوصا حرکاتی که در تنه اتفاق میفته. هیچ فرق هم نمیکنه شما در چه سطحی از رقص هستید. شاید تازه به دنیای رقص وارد شدید یا شاید رقصنده‌ای هستید که مدت هاست دارید میرقصید. این ویدیو خیلی میتونه براتون مناسب باشه و به نظر من از حالا تئوری و این توضیحات بگذریم و بریم تمرینات عملی انجام بدیم و تو این تمرینات عملی اول متوجه میشیم در واقع عضلات کور چطور اکتیو میشن، باهاشون آشنا میشیم. یه سری تمریناتی رو انجام میدیم که بیشتر باهاش ازش آگاه بشیم و همینطور بعد وارد یک چیدمان حرکتی و در واقع رقصی میشیم که ببینیم نقش عضلات کور رو در واقع بیشتر توی اجرا لمس بکنیم. بریم که شروع کنیم. اول از همه ببینیم این عضلات چطور اکتیو میشن، درکشون کنیم و نسبت بهشون آگاه بشیم. برای اینکه بخوایم اکتیوشون کنیم و در حرکات بهشون آگاه بشیم یه تمرینی رو بهتون میدم که تمرین لیفت کردن اصطلاحاً هستش. یعنی تلاش میکنم لگنم رو به سمت داخل هدایت بکنم. لگن وقتی به سمت داخل هدایت میشه اون اتفاقی که معمولا ازش صحبت میکنیم میگیم ناف رو به سمت داخل ببریم یا به سمت ستون فقرات هدایت بشه یا اون انقباضه داره اتفاق میفته. اما این بار این سیستم عضلانی هستش که به طور کامل درگیر هستش. یک بار دیگه تمرینش بکنیم. برای چند شماره از قرار لگنم به سمت داخل حرکت بکنه. بریم با هم دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. یک بار دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. یه بار دیگه از رو به رو. این تصویر رو داشته باشید انگار یه نخی داره منو به سمت جلو هدایت میکنه. این شاید بهتون کمک کنه تو مسیر لیفت کردن و آگاهی از این عضلات. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. میتونید این قسمت ویدیو رو نگه دارید و بیشتر تمرینش بکنید چون ما اصلا عجله نداریم بریم وارد مرحله بعدی شیم. آگاهی شما از این سیستم عضلانی خیلی برام مهمتره. خیلی خوب، میخوایم وارد یه سری تمرینات بدنی بشیم
که بیشتر و بیشتر به کار ببریمش و بیشتر بهش آگاه شیم. این آگاهی نکته مهمیه که دوست دارم خودت هم بهش حساس بشی. تلاش کن از مرکز بدن دور بشی، یعنی بدن داره انگار از مرکز بدنش پاشیده میشه و کشیده میشه، اما با آگاهی بر کجا؟ بر این سیستم عضلانی. یعنی من در طول ویدیو سعی میکنم به عنوان عضله کور ازش استفاده کنم. با آگاهی بر عضلات کورت و آگاهی بر کور تلاش کن دور بشی از مرکز، اما قرار نیست این پاشیدگی حرکتت رو هم پاشیده بکنه. قراره یه کنترل نیروی اتفاق بیفته توی ناحیه. یک بار دیگه بریم با هم دیگه. یک، از مرکز بدنم دور میشم و دوباره به مرکز بدنم نزدیک میشم و مجدد با آگاهی بر کورم قراره بیشتر بشناسیمش، بیشتر بهش آگاه شیم، اکتیو ترش بکنیم. پس دور میشم با آگاهی بر کور، نزدیک میشم به این مرکز با آگاهی بر کور. سعی کن دراماتیک تر تمرین کنی و سعی کن هر بار انگار به یک پوزی میرسی در انبساط و در انقباض، در انبساط و در انقباض، در انبساط و در انقباض، انبساط، انقباض، کور، انبساط، انقباض، کور، انبساط، انقباض. یک، دو، یک، سه، یک، چهار، یک، پنج، یک، شش، یک، هفت، یک، هشت و نقطه صفر. خیلی تمرینی که میتونه برای آگاهی از اکتیو بودن این عضلات کمکت بکنه. این مرحله هم دقیقاً مرحله‌ای که باز هم میتونی ویدیو رو نگه داری قبل از اینکه وارد مرحله بعدی بشی و چندین بار تمرینش کنی. پس توی انبساط به یک فیگور میرسم، انبساطی که انگار بدن داره از هم دور میشه، از هم پاشیده میشه، اما نظمی داخلش وجود داره تو این اجرا و اون نظم رو کور داره کنترل میکنه. دقیقا گفتیم یکی از فاکتورهای مهم این تعادل، این نظم نیرو در بدن، یکی از فاکتوراش کور هستش که میتونه خیلی بهمون کمک کنه. حتی از نظر من در تمریناتی خودم داشتم به نظرم حتی به عنوان مهمترین فاکتور هم هست. هر وقت که بیشتر تمرین کنی این اهمیت رو بیشتر پیدا میکنی. اما بریم یه مقدار تمریناتمون رو لول آپ تر بکنیم. توی تمرین بعدی میخوایم این انتقال نیرو از پایین تنه به بالا تنه که گفتیم عضلات کور نقش انتقال دهنده رو داره اینجا ایفا میکنه و از اکتیو بودنش بیشتر آگاه میشیم. با تمرین بادی ویوینگ پیداش کنیم. یعنی چی؟ یعنی از پایین نیرو وارد بدن من میشه و انتقال پیدا میکنه به بالا تنه من. بادی ویوینگ. بریم با هم. بند زانو، انتقال، 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 انتقال. باز هم توی این تمرین آگاهی تو بذار روی عضلات کور. بریم با هم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 و 1 2 3 4. یه بار دیگه 1 2 3 4. وو ها ها ها. وو ها ها ها. وو ها ها ها. 1 2 3 4.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 و 4. دقیقاً میخوایم همین تمرین رو معکوس انجام بدیم. ورود نیرو از سر، انتقال 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 و انتقال با آگاهی بر عضلات کرمون، یعنی سر، چست، انتقال انتقال و آپ. وو 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 وو. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. هنوز هم باید حواستو و آگاهیتو بدی به کور، چون الان مسئله‌مون اینه. الان میخوایم اینو پیدا کنیم، الان میخوایم اینو اکتیو کنیم، الان میخوایم کور رو بهش آگاه شیم. دوباره گفتم واژه آگاهی. دوباره 4 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خیلی تمرین بامزه‌ایه. یعنی ممکنه برای وارم اپ 20 دقیقه بادی ویوینگ کنی و بعد وارد تمرین رقصت بشی. توی گذر زمان کیفیت اجرای فیگورتو تازه پیدا میکنی. باید تمرین‌های ساده بادی ویوینگ، آگاهی برای یک قسمت از بدن، پیدا کردن یک بدن، یک عضو که حالا اکتیو شده توی حرکت، حالا داره کار میکنه، حالا داریم استفادهش میکنیم. میخوام تناوبی برم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شروع کردم حالا برش میگردونم و دوباره به کور آگاهم. از سر شروع میکنم. ویو، ریورس، 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 ریورس. گاهی وقتا سرعت من خیلی بالا میره. ازت میخوام تو سرعتت رو کمتر بکنی. اگه دیدی انتقال وزن روی کف پات داره اتفاق میفته، اتفاق خوبیه. بذار اتفاق بیفته، برای اینکه تو اینطوری به انتقال وزن به کف پات هم آگاه میشی. اوکی؟ یه باری با هم بریم. شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4 و پایان. اگه ویدیوی قبلی ما، یعنی ویدیویی که درستش کردیم الفبای رقص که از مکانیک بدن صحبت کردیم، یعنی آناتومی حرکتی بدن، سطوح رو اونجا با هم دیگه شناختیم. اگه اون ویدیو رو ندیدی بهت پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو حتما ببین. حداقل از این قسمت ویدیو اگر الان متوجه شدی ندیدیش، ویدیو رو نگه دار، برو اونو کامل تمرین کن و دوباره برگرد به تمرین. چون اگه اون ویدیو رو دیده باشی متوجه میشی ما بادی ویوینگمون رو در سطح ساجیتال داشتیم انجام میدادیم، یا من اصطلاحاً میگم در جهت محور ورتیکال، نه حولش. الان اگه بچه‌هایی که دیدن اون ویدیو رو کاملا میدونن من دارم از چی صحبت میکنم و بعدن چجوری خودش رو داشته تجربه میکرده. اما قرار این ویوینگه توی سطح فرونتال خودش رو تجربه کنه. باز هم بچه‌هایی که دیدن اون ویدیو رو الان میدونن من از چی دارم صحبت میکنم. پس تو ساجیتال تجربه کرد خودش رو، حالا میاد همین ویو رو تو فرونتال تجربه میکنه. میبینی ما داریم یک الگوریتم رو تکرار میکنیم با آگاهی بر کور، اما توی 2 تا سطح متفاوت حرکتی. بریم تو سطح فرونتال تجربهش بکنیم. میخوام که تناوبی تجربهش کنم، یعنی یه بار از سرم تجربهش کنم بره پایین و همین مسیر ریورس بشه. اول به سمت و جهت سمت راستم حرکت میکنم. از سر نیرو وارد میشه 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3. آگاهی بر کور،
یه بار با هم بریم. سر، چست، کور، پا، لگن که درگیر شد. دوباره همین مسیر. 4 شماره با هم بریم. 4 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 و 3 و 4 در تمام این مدت. علت اینکه تکرار میکنم برای اینکه موضوع ما اینه و من هی میخوام اینو ریویو کنم که یادت باشه موضوع ما الان اینه. کور. جهت ما تغییر بدیم. سر، ولی به این داریم فکر میکنیم. ورود نیرو، انتقال نیرو، ریورس، ورود نیرو، انتقال نیرو، ورود نیرو، انتقال نیرو. 1 2 3 4. علت اینکه خیلی روی سطوح حرکتی وای نستادم برای اینکه هم نمیخوام زمان ویدیو رو طولانی کنم، همین که میدونم با گفتن خیلی سطحی و توضیح خیلی سطحی باعث میشه که تو خیلی متوجه نشی اگه اون ویدیو رو ندیدی. برای همین بهت گفتم که سریع برگردی و اون ویدیو رو ببینیم. پس ما ساجیتال، تو سطح ساجیتال ویوینگ رو تمرین کردیم، سطح فرونتال هم همینطور. تمرین خیلی خوبی بود. یعنی اگه توی تمرین باقی بمونی و مستقر بشی بهش و بهش متعهد باشی، بعد از 1 هفته تمرین پی در پی متوجه میشی کور چقدر دخیله توی اصالت حرکاتم. یکی از فاکتورهای مهم. بریم وارد مرحله بعدی تمرینمون بشیم. توی این مرحله میخوایم یه چیدمان حرکتی رو برقصیم که توی هر حرکت میخوام اهمیت کور رو مجدد بهت یادآوری کنم که بهش آگاه بشی و بعد به کیفیت اون رقصت آگاه بشی، ببینی چه نقش مهمی داره کور و لمسش بکنی. بریم با هم وارد مرحله بعدی بشیم. بریم با هم دیگه شروع کنیم. توی گزینه اول از دست سمت چپم شروع میکنم توی سطح فرونتال. یعنی میام بالا، به گردش دستم در محور ورتیکالش دقت کنید، یعنی توی محور خودش داره میچرخه، میاد بالا بالا و نقطه‌ای که باید این چرخش اتفاق بیفته دقیقا کنار گوشم و تو سطح فرونتال داره دایره رو تجربه میکنه. یه بار دیگه. 1 2. هنوزم سطح فرونتال اینجا نمیارمش، سطح فرونتالم. حالا میخوایم شروع کنیم. ببینیم توی قسمت رول و حالا این سرکلی که برای دست داره اتفاق میفته قراره کور چجوری درگیر شه، قراره قفسه سینه چجوری درگیر بشه. کم کم تو تمرین متوجه میشه چقدر قفسه سینه یا حوزه اقتدار چقدر درگیر هستش توی رقص. اما ما فعلا اهمیتمون رو داریم از اهمیت نقش کور میگیم، ولی خوبه که به این هم دقت کنیم. پس توی سطح فرونتال دستم بالا آب و تغییر محور میده توی این دقیقاً توی این ناحیه. اول از همه قفسه سینم به سمت داخل هدایت میشه و بعد من لیفت یا انقباض ناحیه کور رو تجربه میکنم که چه اتفاقی بیفته که حرکت رو کنترل کنه، از هم پاشیدگی اتفاق نیفته. یعنی بشه رو ها و بعد حرکت رو به سرم انتقال بده، از دست به سر.
چطوری اتفاق میفته؟ یعنی میشه 1 2 3. میبینی داره همزمان به خاطر یک فلویی که میخوایم تو بدن اتفاق بیفته داریم انتقال میدیم. همزمان انتقال سر از کجا اتفاق افتاد؟ دقت کن، داره انگار با دستم هماهنگ میاد. ببینیش؟ میخوام این انتقال نیرو یا انتقال انرژی یا انتقال وزن یا انتقال حتی حرکت از یک عضو به عضو دیگر رو در یک زمان بهش دقت کنی. 1 2 3. از این قسمت میخوام به پام انتقالش بدم، یعنی بگم 4 وو. دوباره بلاکش میکنم، کورو اکتیوش میکنم. چرا؟ چون حرکت قراره اینجا تموم بشه و بعد انتقال نیرو اتفاق بیفته. دستا بره به سمت بالا. گاهی وقتا موتورهای حرکتیمون در جاهای مختلف، گاهی ممکنه اینجا باشه، ممکنه رو سر باشه، همینطور که گفتم از دست موتور حرکتی انتقال به اینا دقت کن. یه بار دیگه 4 3 2 1. 1 2 3 4. پای چپ به سمت پشت پای راست انتقال پیدا کرد. عضله کورم اکتیو شد و دست ها انتقال حرکت رو انجام دادن. وو. دست ها به سمت بالا. یه نکته مهم، مثل همیشه استایل حرکتی تو حفظ کن. ما الان به دنبال این نیستیم که بدن تو رو به بدن خودمون نزدیک کنیم، به دنبال آگاهی بر یه نکته کور، انتقال انرژی، کنترل نیرو، انتقال حرکت. یه بار دیگه 4 3 2 1. 1 2 3 4. از اینجا به بعد ادامه بدیم با هم دیگه. بالا، تپ، دست راست رو قفسه سینه، دست چپ پایین قفسه سینه، تپ. انگار قفسه سینه برمیگره سر جاش، انگار حتی کور برمیگره سر جاش، انگار برمیگردم به یه محور مرکزی. دوباره انتقال نیرو، دوباره انتقال حرکت به تنه. پس تپ، دست راست، دست چپ. اینجا به بعد ویدیو خیلی مهمه، دلم میخواد خیلی بیشتر توجه کنی بهش. میخوام به سمت چپم حرکت کنم. گفتیم پای چپ سمت پای راست رفته تا به اینجا و میخوام یه دونه ترن اوت انگار بزنم و دوباره اکتیوش کنم. وو. از کور استفاده کنم. برای چی؟ برای بلاک کردن حرکتم، برای کنترل انرژیم توی چرخم. یه بار دیگه تپ، یه چرخش، یه ترن اوت. برای تعادل بیشتر پای پشت تا وقتی ترن اوتت کامل نشده یا اسپینو کامل نکردی بر ندار. یعنی چرخ، میبینی دارم نیرو رو روی پام انتقال میدم. وو. و جدا شدن پا از رو زمین. اینجا بستگی به تعادل تو داره، چقدر تعادل داری که میتونی پا رو بالاتر از زمین توی تراز ارتفاعی متفاوت قرار بدی یا اینکه نه توی روی زمین نگه داری و صاف. البته این نکته مهمیه، صاف نگهش دارم. بازم میگم اینکه پا به چه صورت قرار میگیره روی زمین الان مسئله ما نیست. همین که صاف نگهش داری و بتونی توی حرکت مستقر بشی و بتونی آگاه شی به این عضلات،
سیستم عضلانی کافیه. یه بار دیگه از تپ و میخوام دوباره چرخش رو تجربه کنم. یک بار دیگه وو. ببخشید پام عقبه. یه بار دیگه 1 2. اوکی، از اول با هم بریم. 4 3 2 1 1 2 3 4 تپ و وو. و من اشاره میکنم بهش. دوباره اینجا انتقال نیرو به دستا. دوباره یه باز شدن رو دارم تجربه میکنم. از روبرو میرم، حرکتم تمام شده، وو. میبینی؟ و دوباره پا روی زمین مستقر میشه. انتقال نیرو. یه بار دیگه انتقال نیرو. دستا کجاست؟ تو سطح فرونتال بدنم. تو سطح فرونتال بدنم. وو. میبینی کجاست؟ یعنی اینجا نیست. سطح ساجیتال وارد نمیشه. تو سطح فرونتال بدنم. پیچش دستا هر جور که فعلا راحت هستی. تو هر محوری که راحت هستی نگهش دار، ولی تو سطح فرونتال. یه بار دیگه از چرخ بریم با هم. تپ، یه ترن اوت، وو، آپ. از اول 4 3 2 1 1 2 3 4 تپ ها ها ها. از همین نقطه شروع میکنم. دستمو توی سطح فرونتالم باز میکنم. باز هم از اهمیت شناخت سطح ساجیتال و فرونتال بهتون میگم. تو سطح فرونتالم بازش میکنم. اوکی، اگه دست چرخیده توی سطح فرونتال میتونی دوباره بچرخونیش تو محور خودش. اگه نه بالا بوده تو همون محور بیاد پایین، میتونی سر رو درگیر کنی وو توی محور خودش. اینا همه تزییناتی که توی در واقع حال طراحی اضافه میشه که به فلوئنسی و اون فلو طراحی کمک بکنه، ولی در هر حال فعلا مسئله ما نیست، پس به خودت سخت نگیر. پس باز حالا وارد سطح ساجیتالم میشه. پام که تو سطح ساجیتال، دستا تو فرونتال تموم شد و توی ساجیتال هم خم میشم، هم دستامو انتقال میدم. یه کوچولو من بیام عقب. پای چپ و پای راست. یه بار دیگه از این قسمت تپ، انتقال. یه نکته در رابطه با این قسمت، هر چقدر که میتونی وزن و انتقال بده روی پنجه پاهات. شاید اصلا مجبورشی فعلا برای کنترل بیشتر رو کف پاهات اینترنت رو تجربه کنی. هیچ اشکالی نداره. اوکی، یه بار دیگه تپ، وو و آپ، فرونتال و ساجیتال. این قسمت نکته مهم و نکته پایانیه، دلم میخواد روش تمرکز داشته باشید. قرار یه انتقال دیگه داشته باشم، یعنی توی محور ساجیتال، سطح ساجیتالم که خمیدگی رو تجربه کردم، قرار نیست دیگه برگردم، قرار همونجا یه دونه انتقال ساده حرکتی داشته باشم. توی این انتقال خیلی فاکتورها دخیله برای اینکه من بتونم تعادلم رو حفظ کنم، اما ما الان میخوام که
تمرکزمون روی ناحیه کور باشه، اینکه کور منو توی مرکز ثقلم نگه داره. اجازه نده من همراه با اینکه دارم میرم برای اینکه یک نیمچرخی رو تجربه کنم، یه انتقال نیرویی رو تجربه کنم، یه انتقال حرکتی تجربه کنم، کل بدن هدایت بشه و من رو از هم بپاشونه. اوکی، میخوام به این توجه کنیم. پس رفتیم ساجیتال، سر شروع کننده حرکته. شروع میکنم حرکتو خیلی ساده و میام میشینم. پای راست خم میشه و پای چپ زانوش بالاست و انتقال نیروم یا حرکتم رو انجام میدم. پس و میشینم. خیلی این تمرینات ساده‌اند در صورتی که تو به این حوزه مهم کور آگاهی پیدا کنی. به نظرم خیلی میتونه ساده ترش هم بکنه. شاید گاهی وقتا ما خیلی خوب فیگورا رو یاد میگیریم، اما یه آگاهی کوچیکی که از یه عضو نداریم ممکنه یه پاشیدگی توی رقصمون ایجاد بکنه. وقتی بهش آگاه میشیم تموم و اون پاشیدگی از بین میره. یه بار دیگه از اینجا بریم. ها دستم از فرونتال باز میشه. ها و اوکی. یه دور دیگه. 4 3 از اول. 4 3 2 1 1 2 3 4 1 و ها یه دور دیگه با هم دیگه برای بار آخر تمرینش میکنیم و بعد میسپارمش به تو که بتونی خیلی بیشتر روش زمان بذاری. بریم با هم. 4 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 و 2. عالی. روش تمرینت یه روش تمرین خیلی ساده است. همونجور که توضیح دادم مرحله به مرحله به خودت زمان بیشتری برای تمرین میدی و آروم آروم هر مرحله رو یه پله میری بالاتر و تقویت میکنی خودتو و در مرحله نهایی این بار تو هستی که چیدمان حرکتی تو انجام میدی و سعی میکنی تو این چیدمان حرکتی بتونی بیشتر این بار به عضلات کور آگاه باشی. مرسی. تو ویدیو بعدی میبینمت.